بعضی برادران سوال کردند که آیا در شریعت اجازت است که جوان پسر با جوان دختر شناس شود و برای یکدیگر را از نزدیک خوبتر شناختن با همدیگر چند مدت واخوری کنند و یکدیگر را خوبتر شناسند و بعد از آن نکاح کرده توی کنند تا در آینده به پاش خوردن عائله روبرو نشوند. یعنی به اصطلاح چطور میگویند یکدیگر را نغز دیده با همدیگر وقت گذرانند و بعد از آن نکاح کرده توی کنند. برادران و خواهران عزیز، فریب عالم غرب را نخورید. آنها با فیلم‌های بی‌حیایی و سلسله فیلم‌های خود می‌خواهند نسل‌های جوان مسلمان را آلوده گناه کنند و به تباهی و بربادی بکشند. زن خواستن در اسلام طریقه‌های خاص خود را دارد که خداوند حکیم آن را برای ما تعلیم داده است و پیامدهای خوبی دارد که آن از طریق نکاح است و قدر و منزلت زن را خیلی میبردارد. اما به این طریقی که در سؤال مذکور است، یعنی دختر و پسر جوان اولا بدون نکاح با همدیگر واخوری ها کنند و مدتی را با هم گذرانند، بعد از آن نکاح کنند. این طریقه که خلاف طریقه فرموده پروردگار است، نتیجه و پیامدهای بدی دارد که آن را در خود همان مردمی که به چنین طریقه ناروا تشویق می کنند مثل غربی ها و روس ها دیده می شود. در بین آنها کودکان بی پدر، یعنی کودک هایی که از زنا تولد شده اند و نیز مادرهای تنها خیلی زیاد دیده می شود. در آنها بیماری های گذرنده به مثل ویچ سپید زیاد است. زن برای آنها خیلی بی ارزش است. با وعده های بر دروغ خود معشوقه‌شان را باور می‌کنند که با آنها ازدواج می‌کنند، ولی وقتی از آنها خواسته‌شان را که گرفتند بعد از 1 یا 2 ماه با بهانه آن که معقولم نشد او را رها می‌کنند. و همین طور زن دست به دست مردان بلحوث می‌شود و مردان و زنان هر ماه معشوقهای خود را عوض می‌کنند. نتیجه اش چنین می شود که در چنین جامعه‌ای که یک زن تا به نکاح رسیدن به چند مرد رسیده یا یک مرد به چند زن رسیده است، وقتی اینها نکاح می کنند برای همدیگر با ارزش نیستند، چون که مرد فکر می کند که این زن پیش از من با چند مرد دیگر بوده است و زن هم فکر می کند که این مرد پیش از من با چند زن دیگر بوده است. هر چیزی را که با آسانی به دست بیاید همین طور با آسانی از دست می رود. برادران و خواهران عزیز، بیایید قرآن عظیم الشأن را که سرمشق زندگی ماست بشنویم که در این بابت چی می فرماید. قرآن کریم به عنوان یگانه کتاب تربیت ساز الهی در بحث بهداشت احساسات دختر و پسر بر حفظ آبروی زن و مرد و خانواده آنها تأکید ورزیده همگان را از داشتن رابطه و دوستی های پنهانی با جنس مخالف، یعنی عشق ورزیدن دختر با پسر و پسر با دختر بر حذر داشته و منع کرده است. قرآن کریم در 2 جا، یعنی یکی در سوره مائده آیت 5 و دیگری در سوره نساء آیت 25 هم زنان و هم مردان را از داشتن رابطه دوستانه با جنس مخالف، یعنی از دوستی های پنهانی مردان و زنان بر حذر داشته آن را مورد مذمت و تنقید قرار داده است. خداوند تعالی می فرماید: به نام خداوند بخشنده مهربان، آنان را با اجازه خانواده هایشان به همسری خود درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید، به شرط آن که پاک دامن باشند و زناکار و دوستگیران پنهانی نباشند. صدق الله العظیم. و در آیه 5 سوره مائده نیز به مردان خطاب کرده می فرماید: به نام خداوند بخشنده مهربان، و بر شما حلال است ازدواج با زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی به آنان داده شده، به شرط آن که مهرهایشان را به ایشان بدهید در حالی که خود پاکدامن باشید،
نه زناکار و نه آن که زنان را در پنهانی دوست خود بگیرید. صدق الله العظیم. برادران و خواهران عزیز، پروردگار شما از شما بهتر می‌داند که برای شما کدام راه بهتر است. بجای پیروی از غربی ها و روس ها، پیروی از فرموده های پروردگارتان را کنید. عشق احساساتی است که در قلب عاشق غیر اختیاری به وجود می آید. یعنی عاشق شدن در اختیار خود انسان نیست و وقتی می آید بدون اجازت و پرسش وارد قلب انسان می شود که در نتیجه انسان، یعنی انسان عاشق را کر و کور و گنگ و دیوانه می کند. هیچ سخنی را نمی شنود و نمی بیند و با مثل دیوانه ها رفتار می کند که بعداً خودش از این رفتارش احساس شرم می کند. عشق یک زمانی دارد که می گذرد و بعد از گذشتنش عاشق به خود می آید. این عشق و محبت ظاهری است که بسیاری از جوانان را به دام گناه می کشد. بهترین عاشق آن است که وقتی عاشق شود پاکدامنی اختیار کند و خود را آلوده گناهان نسازد. عموما دخترها زود باور هستند و تیز به دام عشق ظاهری می افتند که سراسر همه آلوده گناه و وعده های بر دروغ است. عشق و محبتی که بسیاری از جوانان خود را به آن می فریبند که در نتیجه آینده خود را تباه و برباد کرده آبروی خود و خانواده هایشان را می ریزند. عشق و محبتی که دو جوانی را که حالا با هم نکاح ندارند و به یکدیگر حلال نیستند وادار به کار گناه می کند. و مثل خلوت کردن با زنی بیگانه، یعنی تنها نشستن با زنی نامحرم و مدتهای دراز صحبتهای تلفنی کردن، با همدیگر سخنان شهوت انگیز گفتن و با همدیگر به واسطه پیامک‌ها رسم و نوارهای فحش و بی‌حیایی روان کردن و غیره که اینها همه سراسر مخالف حکم پروردگار است. خداوند تعالی در آیه 32 سوره اسراء می فرماید: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا. یعنی به زنا قریب نشوید چون که خیلی کار زشت و راه بدی است. از همه بدترش آن است که این عشق ظاهری و موقتی عاشق و معشوق را به کار زنا می کشد که خیلی پیامدهای بدی دارد. العیاذ بالله. خواهر عزیز، وقتی به کسی دل بستی و غیر اختیاری عاشق شدی، پاکدامنی اختیار کن و پیرو هوا و هوس نشو. فراموش نکن که هر قدری با او نزدیک می شوی همان قدر بی ارزش می شوی. او هر کاری که با تو می کند با دوستانش آن را فخر کرده نقل می کند. تو با این کار خود را اسیر او می سازی. او تو را با وعده های بر دروغش می فریبد و همین که از تو خواسته‌اش را گرفت تو را رها می کند در حالی که مثل یک تنگه ارزش نداری. خواهر عزیز، صبر خیلی سخت است ولی حاصل آن خیلی شیرین است. اگر واقعا دوستت می دارد خواستگار فرستد، بعد از آن معلوم می شود. ولی تا زمانی که نکاح نشوی هرگز با او رابطه نداشته باش. در این کار خوشنودی پروردگار توست. اگر اساس زندگی شما با نافرمانی پروردگار آغاز شود، تو چی گمان میکنی؟ گمان میکنی که خداوند شما را خوشبخت میگرداند؟ نه خواهر عزیز، این خیال خام است. خداوند همه ما را توفیق عمل کردن و دستوراتش را نصیب گرداند و همه جوانان امت اسلامی را از وسوسه های شیاطین حفاظت فرماید. آمین یا رب العالمین.